نمی بخشم گناهت را نمی بخشم. که سرگردان دل کردی بروی گردان شدی از من. که در دوران مردان یار نامردان شدی از من. 1.5 سال شد که بیماری بستریم، راه گشتن نمیتونم. پسرچم بعد وفات پدر 6 ماه پس با کسل اینسول گرفتار شد. این با 5 سال بود که او بیماری بستری جاگه بود. این امسال 24 فوریه از عالم گذشت. پیش ای پسرچم زمان جان در راهبری موسیقی انسامبل دولتی لولا به نام ولمتزاده که یک خیلی کسل شد که هیچ کدرک نیافت. کسل 3-4 ماه دوام نداد، بچه در عالم درگذشت. آواز فارمت را، چشمان پر نمت را، هم شادی و غمت را من یاد کردم آچه. بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، تو ماری در برت را من یاد کردم آچه. انا می سرودان حالی نرفتن. دختری خوشبخت بودم، دختری خرسند بودم، به حد غم تماما ره نمیدادم، در نغز نمیدیدم غم خوردن. روی هم غمدار شدم. چگونه میکنیم با پروردگار خواهی همین خیلی تقدیری ما قلم کشیده بود. نصیب باشه اکنون من میخوام که سرودای بچه را زنده کنم. کمتر خدا همین سلامتی ما ساز کنه. من حتما میرم سرودای این بچه را چی میگم که همین ایادی مردم بچه ها نروند. یاری من در تگی دلانه، با دلی خسته پر ارمانه، چشمکاش برای من چاره، به خدا در تگی دلانه. اولین سرودی من دل را با کجایی، یاد کن تو ما را، چی سبب نمی آیی، یاد کن تو ما را. فصل گل آمده و سیر گلستان باقیست، دیدن جلوه آن سرو خرامان باقیست. اساسا سبزی رنگ قدی برآمدم آخر. سبزی رنگ آمده مهمانمه، آتشکی میزنی بر جانمه، سر به قدم های تو میمانمه، خاکی را سرمه به چشمانمه. سبزی رنگ آمده مهمانمه، آتشکی میزنی بر جانمه، سر به قدم های تو میمانمه، خاکی را سرمه به چشمانمه. افغانستان رفتیم و امروز سریا قاسم و میرزا وطن میر بابا جان حسن در دکانا سبز نرنگ خرما شیرین و خونده سای. بچه بودیم این سبز نرنگ همه خونده بودیم، ما درک نداریم. بعد دیگه هم صحنه در من خودم میخوندم. بعد تمام افغان برام در رقص میکرد. این سبز نرنگ در افغانستان هم مشغولی بوده که خدا رحمتی علاءالدین زنده بود. تیز خبر میگرفت، تلفنی و مثال کارش بسیار بود، میدونستم. شیرعلی قاسم خبر میگیره تیز. انا مثال کار کنم اون پیشتر کار میکنم. مهری حاجی بوی و آی مکرم و خبر میگیرن. تشکر که با میان گو خبر میگیرن. تنها نیستم.